برادر رسیدی. در راه پایان شو. بابا مزون میری؟ بله. کرایه چند است؟ 50 آقا. برو بخیر. صبر خدا کن. برادر همه امیرای مدن کدام است؟ اون طرف پل بریم، یک اتاق هست، راهبان داره، راه خامش نشانتان میده. خیر ببینی. سلامت باشید. بابا اینجا تان کاملا بود. برادر مدن هم اینجاست؟ چه کار داری؟ مادن میرم. مادان کارگر نمیگیره. پیش بچه میرم. مراد ولد دستگیر. معطل باش تا یک لوری برسه. چقدر میه؟ ما چی میپام؟ 1 ساعت پس، 2 ساعت پس. هر وقتی که برسه. برو جوی گوشه بشی.
نشدیم مونده بیا بابا تشنه شدیم یاسین اموجا بابا بابا یاسین نبیا بابا بابا نبیا بابا بس 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 بچه بس بابا بس بچه بس 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 بچه بس بچه بس بس بابا بریم خانه بابا بریم خانه باید گلاس ها باید مادر کنید باید بگو گلاس گرمی شدید بیاد دست باید اینجا زود گرمی است برو باید بگو کجا شدی بابا لاری آمد و رفت دیدم از صبح تا حالا دیدم لاری گفته دیوانه ما کردی وقتی که محترم میاد بابا تشنه شدیم بابا تشنه هستم بابا باز معطل چی؟ معطل موتر اما یک موتر بود بس خلاص دیگه شاید باز کنم موتر بیا بر امروز دیگه موتر نیست بابا برای صبح هست بر امروز دیگه موتر خلاص شد شاید بیا ما میبام یا تو اگر برای صبح میشه منتظر میشینی پیشین بر امروز موتر خلاص شد
بیادر عامر السلام علیکم. ولی همراه چیز سراز اینجا رفته؟ این پوزه را که میبینی از همین که تیر شده دست راست راه چلسرا است. خیر ببینید یا قرتاو آب حیات همین ناخواسته مراد است. همین شما بودین که امروز مادن میرفتین؟ میرفتیم خونه شد انشاءالله سبا. خیر ببینید بابا بریم خانه. بیا نه برکتی دیگم داد سنم که دیگم وای بیا بخیر کار کنیم بریم در جون از او از کجا آمدین همشیره؟ از چلسرا. بابا مانده شدیم دیگه رفتن
کجا بریم؟ ملک امید ببریم یا ملک امید. عزت عزت بیا کاکا رستم تو نمردی زنده هستی؟ رستم نیستم. دیدم کاکا هم رستی. بیا شیر بخور، بیا شیرین از مزه میته. مارو امال میایه بخیر. بله خدا سر و صدای مزر نکش. من دیگه وسیله ندارم رو آرام کنم. بخور بچه شیر تعلیم مارو میآید. مارو زنده است؟ نه مارو تو نمیدانی، اما سوخت در گرفت مرد خلاص شد، اما رفت. امرو کجاست؟ به قبرستان بریم پیدایش میکنیم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيت منا فتوفه على الإيمان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. امرو من دستگیر هستم. امرو او گاب نمیازانه آزارش نتی گونگه شده جگرخون هسته. این کفن نداره؟ نه کفن نه دعا نه رابطه کاس کجا کن که باید کفن کنم. خداری تو نست؟ نه همسایم دادن دروازه مفتیده. نه کاس داره نه کوی. خشایت است. بله. از صبح مرده خورا گور کرد. این خوب بود. اینا گونگه شده نه نان میخوره نه میخوره هیچ چیز نمیخوره گم نمیزنه. کلشون از بین رفته؟ همه‌شی چیزی بود مرده همه‌شی مرد. یک دخترش مانه داب قول است. زینب نام داره. کدام آبقول؟ یک آبقول بخو کلش بمبار شد تکه تکه شد هیچ کس نمونده. تو کی هستی؟ من خسر زینب هستم.
آب خودم بمبار شده. کلش مثل میدی قریه واری کلش بمبار شده. هیچ کس نمونده. از زینب چیز گفتی؟ نه. وقتی نه خفه میشه. دیوانه میشه. میفهمم. ماما مطمئن. دل ما تیکه تیکه جب اومدم کیره ببینم یه از ما بتر. امرو زندگی سرت باشه. مردارا خدا ببخشه.
زینب افسانه زیسانه چون مرغک ده خانه آش بختم دانه دانه قاشق بابا دیقان دادم بابا دیقان مرا گندم داد گندم به آسیا دادم آسیا مرا آرد داد زینب 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 دست بگیر دست بگیر دست بگیر زینب خوب بود بلاهایی که سری ما آمده خبر شده بریم پیشش شنن زینب از خانه پرسان کنه چی بگوییم هیچ کسی زنده نمانده اینجا کجا بریم کجا شویم بگو دست بگیر چی تا کنیم بریم پیش خواریم کابل نمیتانیم دل زینب بشکنانیم این کدامش هست؟ این یاسین بچه زینب بچه خوردش نام خدا کلان شده نشناختیم ما این را زینب دختر بری ما شما هم بریش چیزی نگویم امرو کجا میریم؟ یک جای بریم که صدا داشته باشه.
گشنه شدیم. گشنه شدیم. بام که بخورم. بام که بخورم. سلام علیکم. و علیکم. مادن میرین؟ نه. در مرای مادن خو میرین؟ اگه پیدادار بانه. مرم کتتون ببرین. ما اینجا کار داریم کاکا. ثوابت میشه. دیروز هم خود دیدی که ما در جای میمانیم استاده میشیم، نمیشه که ما تو رو ببریم. تلف خورد از کتیم. ثوابت میشه مرم کتت ببر. یک دفعه خود بردیم تا دیگه. مادن بچیم کار میکنه. همونجا پیسه تانه میته. نمیشه کاکا ما کار داریم. مگه وانی قدم ما شب هم میمانی درو. ثوابت میشه خیر است. بابا موتور مادن نمیره. هر کسی با دایم میشی. ایلا که مردم برو رکت استاد. اوجا ممکن ایچین میبرم اوجا دا مادرم اینجا ششته بود. اوجا نشونش. اوجا کام مادرم ششته. سایه است اوجا که اوجا شاندیم دیگه جای نیست. ایچین اوجا سایه است اوجا گرمی است باز ما اوجا ماندیم. مادر کشته بود. چقدر گپ میزنی بیخی کی؟ بابا پیشونیت چی شده؟ مراد سرطان چی آمده بابا؟ مراد اینجا چی میکنی؟ پیش ما آمدی؟ دستگیر برش بگو اولین ثمره درخت سیبشه برش آوردی چیزی
دیگه برش نگوی، از من چیزی نگوی، از زینب برش چیزی نگوی. بیادر با چی میخوای بابا؟ معتاد میای امروز؟ آه میای، به خدا میای، به قرآن میای. چند پیره برات بگویم میای. اگه نبیایم من اینجا منتظر باشم. اگه نبیای نمیای. من نمیتونم با تو خدا لوری بسازم. یک روز معطل میشینی، یک روز معدن میری، من هیچ حساب تو رو نفهمیدم. یعنی می تلفاگه کتی من نبیم من پیاده میرفتم. دیروزم رفتی آتمیت فرا پاسگشتی آمدی. روزم این خرکه میدرک. بره گوشه بیشی روزگار من خراب نکن. بیادر همزی بمبورتی افقال مادن خبر شده؟ ما چی میفهم؟ ما در اینجا مادن در اونجا. ما در خبر داخل مادن چی میفهم؟ نزوار میزنی؟ زینب زینب چی میکنی یاسین؟ مرا خود دیوانه کردی. چی میکنه تی بابا؟ جان یاسین تاشو مرا دیوانه کردی. تاشو این بچه مرا دیوانه کرد. بام که داتان چوچه خورپشتک داتان گنگا نشه. خاک در سر خورپشتک. تاشو مرا دسته. تاشو تاشو که موترم ما باز موترش بشیم میروم. تاشو یاسین صدای موتر مرا باز از موتر میمونی. چی حال انداخته ای؟ چه مرا دیوانه کردی؟ خورپشتک
حرکت که بخیر خرپشتک چوچه کنه بود بابا کجا میبری بساتیری میکنم من بساتیری کنم این بچه که سعید قریش باید خود ستیره جلو شده بابی خدا آزاد میسن داشتی مداق داریشی بابام مداق بابا چشمای تواز کن بالا کم بالا چی میکن در مزه داد؟ در دانم انداختی کجا بره؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. از مادر آمدین بخیر؟ تا هنوز نرفتیم. پاسپورت داری؟ بله ها. یک کوری خوب بده. از متک یا مزار؟ از متک بده. از کدام قشلاق هستی کاکا؟ آبخول دایسه تانو بگیریم. دفعه دیگه ازت پیسه 2 پولی میگیرم. بگی کی زنده و کی مرده. دنیا با امید خورده شده کاکا. این راست است که قریه آبخول بمبارد شده؟ خبری نمیرسیده. عسکرها و موترانا قصه میکردن. مادن خبر داره؟ از مادن نمیفهمم خو خبر مرگ زود تا دید میشه کاکا. کسی از شما در مادن است؟ بچه ما 3-4 روز میشه که منتظر است ازش خبری نیست. البته که خبر نداره کاکا. بابا سنجر نمیفهم چی بلایی سرش آمده. بابا سنجر مری بچه دیوانه خواکد. خدا نکنه چوچه که از نمیفهمه سنجد دل شده بانش که سنجد بخوره. بگی باشیم دامنه که پیش بگی. آفرین شاباس آفرین. گپ فهمیدن و نفهمیدن نیست. بچه نمیشنوه کار شده. خدا شفایش بده. چرا؟ از اثر بمبارد آبخول پردای گوشش کفیده. کاکا بیا درون. بیرون گرم است. زنده باشی همینجا کدام موتر خواهد آمد. موتر کجا؟ موتر تو خب پیشتر پشت موتر میمانه میرویدی. نمیفهم. میخواستم که مادرم در آبخول بسیار نفر کشته شده. زنده جان نمونده. خدا همه‌شانو ببخشه. جنت نصیبشون بکنه. کاکا این یک قرص چای بخور. خیلی سلامت باشی. خدا را شکر که خودت نواسط زنده موندین. از این زندگی که من خوب بود که من میمردم. ناشکری خوب نیست کاکا. اقلا نواسط و بچه‌ت خود زنده موندن. نواسم کرو بچیم دمادن. بچیم کسی است که
طاقت مرگ زن و مادر خود نداره، آرام نمیشینه. زندگیش بگی مگم ناموسش نه. نمیفهمم خبر مرگ بخشی رقم برسون. بریم یک طهارت تازه کنیم. ما برم دکان مرزا قدیر یک 4 پاکت سیگرت بگیریم. سلام علیکم کاکا. سلام علیکم کاکا مرزا. و علیکم السلام حشمت خان. امروز سلامدار آمدی؟ یک بندی داریم مزار شریف میبریمش. جرمش چیست؟ آدم کشته 4 پاکت سیگرت بده. آدم کشتن هم جرم است؟ ضابط امر خدا کشته. هیچ آدم نکشته. عسکر بود؟ این بچه عسکر بود، تیر عملیات برده بودن. عملیات برده بودن، ما قریهشون وقتی که میره فایر میکنه دفعه میبینه که من قریه خودم فایر میکنم. همین تفنگ در میذاره شونم سر منصب خود. سر منصب داشت کمش یک شاجور مرمی رو میگیره ضربه میکنه. حال امروز آمدیم که مزار رو بریم. یک کمی کشمش نه خودم بده. این از این کشمش سبز باشه. خوب چیش. از کارزون ناخ کرده که اما دانتون باشه خوبه. خیر ببینیم کشمش سبز دیگه باشه خوبتر است. موتر هستیم مخابره کرده بود موتر ما تا سوکی و کابل موتر خیرتی بود؟ بله خیر خیرتی. مام یک دختر به این سن سال داره. خدایی رو برد بانه. نسوان میدنیم. چه قطعی مقبوله. دیر بچیم بریم داده. میخی چیره ما یادم رفته. از کنام قری هستی؟ از گور. چرا از گور؟ بود نبود یک گورستان بود. 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 کجا میبریدی؟ بیا سندید بگی. کجا میرین؟ برادر کجا میری؟ مزار شریف. یعنی میرسه صداست. یعنی میرسه. یاسین! یاسین! یعنی میرسه صداست. چی میکنی یاسین؟ یعنی میرسه صداست. یاسین! یعنی میرسه. نمیفهمی چی میگی نه؟ بابا چشم بالا یاسین! گرفتم. یاسین! چی میکنی؟ یاسین! یاسین چی میکنی؟ ببرای! چی میکنی؟
ما نمیفهمی چی میگه. صدای تونگه صدای مادرتا. خدا نمیخواهد که مادن برم. خدا نمیخواهد که بچه از دست بدم. یگانه بچه من میست. چشم امید من طرف امی بچه است. پیشش نمیرم. آرامش میمانم. کجا میری یاسین؟ یاسین کاکا بانش برای ساتری کنه. چی صداش میکنی؟ فایده نداره. او خونه میشنوه. عادت میشنوه. اگه میشنوه یا نمیشنوه دیگه کسی رو ندارم. اینم یک یاسی ندارم. کسیش فکر ما غلط میکنم. بابیش اگه یاسین دهی حال ببینه سر ترق خوشو بوشه بوش بوش بوشه بوش بوش نمیشه کدام طرف خدا گم میکنم. طاقت روبرو شدن بچه خدا ندارم. خدا چرا گم کنی؟ بچه یک مرد است. باید بری ببینیش. نمیتونم. دردش تقسیم کو. اگر میشه یک جایی از آن بگیرین برش بفهمون که جنگ است. در جنگ کسی به کسی حلوا تقسیم نمی کنن. برش بفهمون که پدرش و بچه زنده هستن. همین جای شکر است. برش بفهمون که در قانون جنگ مثل قربانی یا دستت پرخون است یا گردنت. خدا از دست پرخون دورش کنه. اگه از آن نگیره انتقام خواهد گرفت. بچه من کسی هست که قانون جنگ نمیفهمه. پروای دست پرخون نداره. از مرگ زن و مادر خود خبر شد آرام نمیشینه. چند سال پیشتر کدام نامرد زنش یه چیزی گفته بود بیل گرفته رفت که بیل ده فرقش ده 4 ماه بندیگری را تیر کرد. ولی اگه خبر شد که ناموسش ده مابد امام بسیرت حشمت کار نداره. کاکا قصه را خو میفهمی. قصه رستم و سهراب است. جنگ مشهور رستم و سهراب است. در جنگ رستم قهرمان بچه خدا سهراب نافهمیده کشت. سال است که از خود میپرسم اگر سهراب بابای خدا میکشت آیا قهرمان میشد؟ بگی تربوزه. یک سوال دیگه مرا
همیشه عذاب میده که آیا اگر رستم در جنگ بچه خود از دست نمیداد، از جنگ دست میکشید، شاید هزارها جوان کشته میشد. بخیر بیبی. خراب کن زده میتونه. برو بچه بارمان تو چی میگنی خودمون؟ اگر کن زده میتونه خود نه برو بچه تو دهی وقت از جا پیدا شدیم ما خودمان زلا و مانده تا اومد اینجا گپ میزنی. برو دور برو. خرا نزنید. کاکا و موتر مادن نمیره. هر روز این وقت پیدا میشه، اونمو زنه که قد دختری در زیر تانک است، اونمو رو میگیره میره. باز او زن سبا پیدا میشه قد دخترش نمیشه. بازم جیب میبردش. هیچ برای کس معلوم نیست که زن کی را کار داره، برای چی میآید، انتظار کیست، کسی از سرنوشتش نمیفهمه. من که فکر کردم در جنگ از زنده کده مرده آرام است. مرگ همیشه زنده را آزار میده، نه مرداره. بابین صدا نداره. سلام غول مغول کده نمیتونه. بیبی من صدا داره. کاکا قادر من صدا داره. مادر من صدا داره. بابیم کلشان در زیر خاک پود کرد. اگر نه مثل شما واره گنگه می بود. در کابل یک آدم با رسوخ میشناختم. یک بچه داشت. بچهش عسکری بردن. عسکری را خلاص میکرد، باید میامد خانه. کار و بار پدر خود پیش میبرد. مگم تو نشد. بچه را تفنگ و ماش و دریشی عسکری خوشش آمد. چی بلا است نمیفهم. ضابط ماشینی شد. پدرش خوشش نامد، بچه خدا آب کرد. مادرش از غم و غصه زیاد زاره کفک شد، مرد. بچه شام پدرش هم مجرم قتل مادرش ساخت. پدرم دیگه چاره نداشت. زندگی را، دکانه، هم آرگاه بارگاه خود در کابل ماند، خدا گم کرد. زندگی خم و پیچار را داره کاکا. موجیم که آسودگی ما عدم ماست. برو کاکا، بچه ده خم و پیچ زندگی را نشان بده. برو بچه بان غال مغال میکنی. برو بانمان. یاسین یک چند دقیقه جمع پیتاو کنی. یاسین او بیادر امرو روش یک طرف مکو یک دفعه. برو بچه که بابه صدای داره. برو. چی غال مغال انداخته ایجا دیوانه مان کدی. برو. بگویم صدای کلتان در کجاست؟ برو بانمان بچه برو. برو خراب قوم زده میتونه. اگر نبا خوب بیاد پیشم قوم بزنه. چقدر بچه بیگفت هستی تگه با نمیشنوی. برو جا بابه صدای داره. سلام علیکم. بابا واله. این کاکا صدا نداره. خرایش هم صدا نداره. صدایشان تا
این بچه نارامت ساخت. نه کاکا جان این بچه آزارم نمیته و این کار بار ما با این بچه هستو. اینمی از پکای چوبی سو، اینمی قرقرانک هستو. اینمی یک چند دانه خر دارم و با اینمی خر از این قشلاق به او قشلاق، از او قریه به او قریه. او بچه خر کانو میخوره، جو میخوره. نمیخوری؟ اینمی سال از 12 ماه اینمی که مسافر هستیم. بخو پیش مادر ببرمت. جمع میشه غال مغال میکنه. نمیره. من خیلی خوب بخو. بیاد خنده میکنم. بخو. بازیار میکنه اولادای. از دیگه نمی زندگیش کاکا دیگه در یک قریه با دیگه قریه نه، یک خرم در یک قریه ماین پراندو. دیگه شده دیگه قریه ماین پراندو. یکیش هم در دیگه جای نمی یک. اما بچه تام نام خدا خدا بونش یک شوخ هست هیچ نه نکنه میفهمه و نه بکنه و بچه نمیشنوه، کار شده، خودش نمیفهمه، هر چیزی را که میبینه میگه بابا ای صدا نداره. ای در بامبارد قشلاق پردای گوشش کفیده. اوه ای در کدام قریه ای بامباردی را کار ساخته؟ در حبقل. این بچه هم یکان قصه میکنه که میگه مادرم و کاکایم و بیبیم و یارم این بابیمون زیر خاک پتشان کرده و میگه خدایی دیگه خودشان مغفرت کنه دیگه هست دیگه زندگیست. با بچه قرقرانه که بگی کاکا صدایت داره بچه قال مقال میکنی برو نه نمیایم چه قال مقالی بچه برو یکی بچه رو بگی نه یکی بگیم که مرده را من بگی نه بیا آفرینی بابا کسی دیوانه نکده من نگی یادر همیش بگیرد باشه طرف دیگه سید مایی قرآن نکه بگی تو دیوانه کدی مردم ما برادر یک دقیقه کم بچه ما بیارم برو بابا 10 دقیقه منتظر هستم برو چه وقت داری شما 10 دقیقه مادر رفتن ایزی مادر پس هم میایی وقتم داری هر روز بی وقت میام ساعت چنده ساعتشو میگیری باز بگو بگو ساعت چنده خرابه برو پره یا بطه بدن کسی حرکتش بخیر باشه مجیم جل کرده خواهمم ردم شده نمیتونم پیشه بچه مرم اگه بچه خود ده یال ببینه ذره ترق خوش این بچه همه چیزا را فهمیده اگه از خود از مادر و مادر کلان خود برش بگه بچه بفهمه دیوانه خود شد من این بچه را فهمانده نمیتونم تنها برو مادن کاکا ناسیت پیش ما با تا آمدنت چی شده؟ چی گپ است؟ چرا بدخوی هستی؟ در چند دقیقه که صبر کردین قیامت خو نمیشه کاکا رای نزن برو بر بچه زندگی کردن از نو یاد بتی
رای نزن کاکا من 4 تا اولاد کلام کنم دیگه دشمن رو پلیسی بده بچه تا باز از مادان کتی بیاری شب یک شروع که بسیار خوب کنم رای نزن کاکا دلداری بده امیدواری بده بس زندگی و علیکم السلام سلامت ناجوان اومدی خبر ما نگیرید تربت وعد مقامت الله تربت وعد بدی رو بچه بد نیست نام خرابش کرده زبانش تلخه چند سال از گیرم همش تاسه میشه غم پدر غم یا آب میشم آتشم میریزم یا شمشیر میشم با زبان میرسم یا یک روز در درون انسان بم میشه یک روز نه یک روز میترقه با گفته بابا جان با گفته مرزا قدیر همه فتح روبان از ارتش است مرزا قدیر خوب میشناسی؟ مرزا قدیر در کابل خانه و خانوار داشت آدم با رسوخ بود سه دختر یک بچه داشت دیگه چی حالت سرش آمد یک دم کابل ترک گفت و آمد این داشت یک دکانک جور که در زندگی میکنه معدن میری کار کردن؟ نه پیش بچه میرم که دستینه شمشیر بزنم بابا شمشیر زن برآمد از آبخالم خبر در مادم رسیده از بمبارتش آبخالم بمبارد شده؟
مادن دور است؟ نه پدر، راه چندان نمونده. نسوار میزنی؟ زنده باشی. اگر بسیار مانده استی قرار یک پینکی خوابت ده. بابا نفس بکش نفس بوی مدن است بوی بچه این پوزه را که میبینی این همیشه را که دور کردیم بخیر مدن است بچه‌ت است همه چیز است پاشو برو از عمر مدد پرسون کن 2-3 ساعت بعد منتظرت هستم برو سر پل
خیریت است؟ بابا مراد ولد دستگیر بچیم از بدیدنش آمده. مراد ولد دستگیر؟ بیا بیا از راه دوری آمدیم مانده هستیم. یک چای بیار. پدر مراد وقت کارش است. خستوف است. چند بجه می هست؟ ساعت 6 شام اگر اضافه کاری نداشته باشه. 6 بجه بسیار نوقت است، باید پس برم. مراد خوب است. چند روز پیش خوب نبود. خدا را شکر خبرایی که براش آورده بودن غلط بود. مراد خبر شده؟ بله برش گفتن که در قریه جمع شده. مراد خبر خدا نخواسته تمام فامیلش از بین رفته. قسمی که میبینم همه گپا دروغ بود. نیست، راست است. زنش، مادرش، بیادرزادهش، همشیرش کلش از بین رفته. یک ما بچه زنده مانده ایم. خدا گذشتگی های شما را مغفرت کنه. خدا با شما صبر بده. همین که شما 2 نفر زنده ماندین خدا را شکر. امیر صاحب من مرادم میگم مراد ولد دستگیر از آب قل. بله منم امرا میگم. مراد خبرشون آمد. امیر صاحب قربان خدا سری بچیم چی شده؟ هیچ بابا گفتم خوب است. امیر صاحب خیر است. دمادن کدام بلای سرش آمده؟ بچیم زنده است. بابا چی فکرهای چتی؟ تو خود دیدی که امروز خوب است. بابا امیر صاحب راست میگه. مراد جور تیار است. همین صبح ما قطعش چای خورد. چند شب پیش خوب نبود. نان نمیخورد، آب نمیخورد، خواب نمیکرد. در اتاق خودم خداحافظی کرد. بچه ها گفتن یک شب دو چکرانه آمد بیرون. بلا و یارتش بسر کردن میخواست رو دادش کرد. یکه باش قصه کردن گفتن پس دوباره رفت سری کارش. شاید هم از کارگرای ممتازی معدن شود. مراد اگر زنده می بود چرا قریه نامد؟ من نماندم. نه مرده و زندم نمیمونند.
جوان است، خونگرم است، کشته میشه. سلام بابا. مراد و علیکم. خبر شدی؟ خبر شدم بابا. زندگی سرت باشه. زندگی سر خودت باشه. مامان خدا حافظت. شما که میفهمین، شما که چند پلن زیادتر از ما کنه کردین. ما باید برم. نوسیم پیش کسی ماندیم. برای مراد بگوی که بابای تو بچه زنده است. بابا ما که مراد ببینم برش میگم که آمده بودی. یگان گپای دروغ برش گفتن. حتی مراد فکر میکنه تو زنده نیستی. یعنی میرش بده کتی نسواره یه مراد خریده بود که ببینم میفهمه که بابای ما آمده بود. بچه‌شون خاطر جمع باشه. اگه آمد مراد ماست، اگه نامد هرکس به طریق دل ما می شکند بگانه جدا دوست جدا می شکند بگانه اگر می شکند از دوست بپرسه چرا
بشکند بویار کتی کار دارو یک لحظه گفتار دارو یک زمان بشم میشی